این همون جوین شدن توی یه برنامه است. خیلی راحت اومدیم و با پایتون ساختیمش. ببینید چقدر کد کوتاهی داره و خیلی راحت هم میتونید یارو جوینش بکنید. حالا کارکرد رو ببینید، نیم هم میگیره، لاست نیم هم میگیره، فون هم هر چیزی که خواستیم میتونیم بهش بدیم، هر چیزی که دلمون خواست. اگه خواستید یاد بگید چطوری باید برای فون شرط بذارید حتما بهم بگید و تا ویدیوشا بذارم. خب خیلی راحت نها کنید، همه چی بهتون نشون داد. اگه بازم بهش بدیم بازم نشون میده، اگه بهش یه الکم بدیم هیچی به هیچی. خب حالا بریم اینو بسازیمشون، مهم ساختنشه. خب حالا برای ساختن شما اول از همه باید یه دونه اینفو تعیین بکنید، ولی قبل از اینکه این کار رو بکنید از نظر من این بهتره. میاد مثلا پرینت میکنید، میذارید اینجا اسپیس میزنید، اسم نام جوین و اسپیس بیشتر. در اینجا شما یه دونه نیم تعیین میکنید و نیم رو خیلی راحت خارج میدید با اینپوت اینتریور نیم و نه و لاست نیم. معمولا لاست نیم من میگیرم و در نهایت هم فون نامبر که فون نامبر ها تقریبا توی همه جا میگیرنش و چیز خیلی مهمیه و در نهایت هم فون نامبر. حالا شما توی اینجا میاد یه دونه اینفو تعیین میکنید و این اینفوتون رو مساوی خارج میدید با در جمع نیم و لاست نیم و فون نامبر. در نهایت هم میاد یه دونه وایل تشکیل میدید، وایل. اگه خواستید کد بزنید باید با این وایل کار بکنید تا بتونید یه فروشگاه ایکس خیلی خوب و درست بسازید. وایل یه دونه ایجاد میکنید و میاد ایف میذارید، ایف. حالا قبل از ایفمون ما یه دونه چویس هم تعیین میکنیم، چویس مساویه با اینپوت اینجا اینتر نامبر، اینتر نامبر. خب اینتر نامبر. حالا اینجا if choice مساوی بود با عدد 1، if choice مساوی بود با عدد 1 تو خیلی راحت بیا اینجا و پرینت کن آقای اینفو. حالا ببینید join اینفو و اینها همه درسته. اینم مثلا چند تا نوپوی سر هم میذارم. حالا اینجا اینتر نامبر 1. ببینید به هم نمایششون داد. حالا اگه بخوایم خیلی قشنگ ترش هم بکنیم میاییم اینجا مثلا برای قشنگ تر شدنش یه همچین چیزی مثلا میذاریم پرینت 3 تا از اینا، یه دونه اینجا میذاریم نویسیم چی؟ مثلا شما my information my info